و باور داریم که این بازی بدون بحث و بدون گیم که لحظه های بازی میکنن. حالا بیا توجه میکنیم به حمله دسته خوجند از کنار چپ میدان. بسیار خوب است. حالا بیا توجه میکنیم باری دیگر به حمله دسته تبر خود رستم خوجایف هم پس از همان بازی گفته بود یک امکانات بسیار خوب برای تیم ارتش و حساب شده میشود. این هفته گل است دوستان عزیز. لحظه تکرار رو میبینیم. پرتاب کامران ابراهیموف تلاش کرده است. بازم با کمولافی موفق می شود. این حمله وار ضربه میزند جانبی دروازه کلوب مرکزی ورزش ارتش. پرتابی نوبتی با محمد فول دولتов امکاناتی ضربه زنی ولی ضربه او فرانسوا اننگوه. ادامه حمله بازیگران کلوب مرکزی ورزش ارتش. یک پس دیگر ضربه و گل. حساب 2-0 بعد در این دروازه دسته خوجند می رود. خیلی عالی. کارگردان هم از آغاز حمله توانست ضربه زده عبدالخلیل بارونوف را برگرداند. ادامه حمله بازیگران خوجند. پس به کنار میدان کمولاف شون کمولاف بسیار خوب اینجا موفق می شود و ببینید می شود. بیا توجه میکنیم کمولاف کامران ابراهیموف را بسیار آزاد گذاشت. حمله فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش را میبینیم. جولیاس کواسی پس دوباره امکانیت برای تیم ارتش. پس رو منتظریم ولی امکانیت ادامه حمله برای دسته خوجند هست. پرتاب اسکنیان وضعیتی بسیار خطرناک در نزد جریمه‌گاه کلوب مرکزی ورزش ارتش. عبدالخلیل بارونوف یک پرتابی او و داور اشاره نمیکنه شاید افساید نیست. اینجا کوین لوکاس امکانیت برای کلوب مرکزی ورزش ارتش. بیا توجه میکنیم ولی پس با وقت نیست چون که حمله دسته خوجند رو میبینیم. یک ضربه از مسافه دور. ادامه حمله اونها یک ارسال نوبتی دیگر بیرون کرده شد و صدای اشتکی داور از فرجام وقتی اساسی و علاوگین بازی درک میدهد. حساب 2-1 با فایده فوتبالبازان کلوب مرکزی ورزش ارتش به انجام میرسد. مخلصان این دسته این تیم رو با این پیروزی بسیار هم مهم تبریک میکنیم.